گال نام منی نام تهی نام خدای بیگالا من و تو آون من مجا گار گون الله پاکی ناما سلام درود و درابات تا شما گندوکان پایگاه اطلاع رسانی معیار جله مروچی من یک بانوکی مهمانی هستیم ملوتایی بانوکی مهمان و تروات تا شما گندوکان پایگاه اطلاع رسانی معیار جله پجایار بکنته یه گزارش گما را برو همراه باید بانو سلام علیکم باشیاتگی معیار جله سلام حال شما خوبی؟ سلامت بوده بانو با تروات پامه گندوکان پجایار بکنه شما رو گشته بزن. بانو سمیه دستیار از شهرستان ایرانشهر روستای عبده به عنوان کارآفرین برتر شهرستان ایرانشهر در جهاد کشاورزی معرفی بوده. بانو چی بود شما کارآفرین برتر بوده؟ من اول کارم بحث ترشی سازی است. بعد در جهاد کشاورزی در کنار خانم پرویزپور تو به جاهای دوتر و اشتری راه پا بود مثلا اوی اول من راه پا کوپم من الان شرکت ترشی سازی بهار نارنج بهره در حال کارم 7 نفری ما داریم فعالیت کنیم. شما یه ترشی اما چطنی کرد کنتاشین که وقت گرتان یا شما رو وقت رو باوی هستن شب میگن دو هنگشتر باشت؟ نه ما شانه میدان بار تهیه کنیم مشتری خاصی هستیم مثلا به صورت عمده آن خریداری کنیم هر 4 فصل مثلا این ترشی موجودی فقط انبه یه فصلی هستیم دیگه لیمو هر 4 فصل در کارگاه ما موجودی. چی بود که شما ترشی تو که موفق بایتان بایشن که ترشی کار چه کجا شما یاد گرفته؟ ترشی کار اول منی واسو مثلا دست فروشی هست دست فروشی کو بعد بلد کو من همه کار ترشی شروع کو دیگه یک کمی سخت هست دیگه شکستی و مثلا ترشی من سر دست این باحال نبودشان ولی من دل سرد نبودم باز این کارم ادامه اون داد دیگه الان موفق بودم یه شرکتی رو تأسیس کردم به نام وات برندی من گرفتم به نام واتم دیگه الان لوتو کم کم گسترش بدن و صادر بکنم کشور خارجی. شما فقط ترشی الان صادر کنید یا صنایع دستی دیگه هم در کنار کار کنید؟ در کنار ترشی سازی صنایع دستی شرکتی اون ثبت کرده صنایع دستی بانوان بلوچ پهری. شما رو بطور چه نید دوست بیتین گشته که ترشی کرد کنه کجا مو دوست بیتین؟ من که لیمو دوست بیتین. ترشی لیمو؟ چند لیمونه شما ترشی کنید و انبه گشترن یا لیمو نمونه گشترن شما میگن دوکن گشتر باشه؟ من چند نوع ترشی پیما کنم ولی مشتری گشتریان لیمو ترشی لیمو ترشی انبه بدون روغن با روغن. بانو چه نفر شما مجموعه کارگاه ترشی ها کار کنند و چطوره کنید دائمیه یا در طول هفته کار کنیم و وقتا این شب میگن دوکن پایگاه اطلاع رسانی معیار گشتر توضیح بدهید؟ ما در حال حاضر 7 نفریم مثلا این خانواده ما و 7 نفره یکی مثلا خوردش کن یکی شودیتش مثلا ما هر سری باره 500 کیلو با مثلا این 7 نفری و ما کمکی. درآمد ترشی سازی چطوره کنید شما؟ خدا را شکر خوبه دیگه مثلا اگه لیمو ما بگیریم 500,000 2 برابر قیمتی ما رسید مثلا 1 تومن رسید 500 تومن می پایده بیده. بانو چند سال شما ترشی سازی کنه که در کل؟ ما کلا 16 سالی این کار فعالیت کنی ولی قبلا به صورت خانگی بوده الان من مثلا شرکت ثبت کتا دیگه الان لوتون دولتی مثلا بسته بندی و کارگر و شان کلا دیگه دولتی بکنن. بانو شما به این راحتی به قول معروف شغلی که شما زانتا هزینه‌ای هست و درآمدزایی کنید و ایشون که چه گپ و گالی هست فهمه بلوچ بانوکان که این شغلان و به راحتی همچون مثل شما شاغل به یک کارآفرینی بردن بانوکان خانداران گوهاران لوتون که مثلا
همین منی شغل من چون ادامه داد تا به ایده رستگو آیا هنچو ادامه بدهند تا بتونه شرکت ثبت بکنن تا بتونه برندی بناموت بگیرن همین کار ادامه بده انشالله موفقه ممنون. بانو باز چشما منتوار که یاد تامه دعوت و قبول کو میار جل چشما رو میار جل بگن منتوار و شما بانو مهربانی منتوار چشما گندوکان پایات لرسانی میار جل که گمارا و رو همراه بوده الله میار و بابود باته